سلام علیکم سلام امروز داخل ویدیو قراره با هم بریم ماینکرافت بازی کنیم. اگه ماینکرافت دوست داری لایک کامنت و سابسکرایب یا نره زنگوله رو بزن. بریم برای ویدیو. بریم. برای خفن ترین دژ بازی باید یه جا پیدا کنیم، اینجوری نمیشه. بذار این هول و هوش خوبه که هم نصف دژمون تو آب باشه، هم یک مکانی داشته باشه. خب بذار چی پشت سرمه. بعد اول دورش رو تعیین کنیم، دیواراش رو. برای دیواراش این دیوار سنگی خوبه. خب دیوار سنگی این محوطه رو باید دیوار سنگی بکشیم. چون نمیاد. نه این دیوار فکر آرامه. خب اول باید یه چیزی که مسطحه اینا رو خراب کن. درست بگم. حالا جلوی دژمون رو باید بکشیم، جلوش دیگه. خب دیوار کشی دژ انجام بدیم. نه این کار ما خراب کنیم. اصلا باید خراب. خب شوید. خوب شد. این شد از فضای پایین بقولم زیربنای کار. زیربنا اصلا منشون نمیدونم چی گم شو. نه
برو بمیر بمیر بابا بمیر. خب برای نه چیه خوبست. باید یه بلوک زیرش بچینیم. بلوک چوبی. بلوک چوبی بزن. نه بلوک سویلا نری این برش بلوک میکنه. خب این دیوارهای بغلشو با استحکام بلوک پر میکنیم. بلوک دیوارهای بغل هم میچینیم. خب یه سری دیوار هم از این بغل میچینیم. این دیواره خیلی مهمه، نقش مهم داره. شامل میشه خوبست. نه زیرا و اینا که فعلا نمیخوام. بذار این دیوار سنگیه دیگه هم بیارم. خب این هولوشو حالا با دیوار میزنیم. دیوار یا نه دیوار اینه. دیوار میکنیم این هولوشو. واسه ایده ای دارم برای سریعتر کار کردن. آقا تو میای این پایین نه اینجاه یا بعدیه خب اینه. خب TNT رو میزنی. فندک کجاست حالا؟ این فندک. خب اینو میذاری توش. حالا نه اینو خرابش کن. خب حالا که قشنگ خراب کردی یه TNT بنداز ته. الان میبینم. برو بیرون. از کف زمین ترکیدی یکم باید بالاتر بندازم. خب خوبه اینجور روشن بشه. برو بیرون الان بگم میریم. خب تا چقدر میتونیم بریم زیر زمین؟ گور بابای خونه بزنیم تا چقدر میتونیم بریم زمین؟ زیر زمین همه رو TNT بکار. ما یه سوراخ بزرگ اینجا ایجاد کنم. بزرگترین گودال ماینکرافت. بزرگترین گودال ماینکرافت رو همین جوری میچینیم به این سبک. گودال ماینکرافت. گودال. آها نه یکم بیر بهتر. حالا بیر بزرگترین گودال ماینکرافت. نمیریم. میخوام تو کف زمین بریم. زمین ماینکرافت میخوام ببینم تو کجا ادامه میتونه داشته باشه. بزرگترین گودال ماینکرافت.
زودترین حفره رو در ماینکرافت حفر کردم. بزرگترین گودال ماینکرافتی بهش میگیم. حالا این بغل مغلا همه رو TNT بکن. همه رو TNT بکن. گودالمون داره عمیق و عمیق‌تر میشه. عمیق و عمیق‌تر. بازم چقدر شده؟ خب بچه این بود از ویدیو. اگه دوست داشتید لایک و کامنت و ساب یادت نره. اگه دوست دارید دژو بسازیم یا این گودال رو ادامه بدیم تا برسیم به کف زمین ماینکرافت و توی کفش یه خونه برای خودمون درست کنیم، یه شهر برای خودمون درست کنیم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره. زنگوله چنل منم بزن تا ویدیوی بعدی. خیلی دوست دارم. خداحافظ.